سلام برابر، خوش اومدید به یک ویدیو پرحاشیه دیگه با سلام. من چون زیاد وقت رو نمیگیرم توی ویدیو امروز قرار ریاکت بدیم روی یکی از ویدیوهای چرت و پرت فرشاد سایلنت و فوتر. من همراه باشید. راستی دوست پسر چند سالشه؟ 45. باباته در واقع. باباته در واقع. رید بهش دارک رید بهش اما اینقدر باحال نبودیم. مزخرف بود. بریم بعدی. یه شما از بستنیت بده ببین. کم بردار حروم زاده بلشی کن بود. ای باحال بود. بخصوص حروم زاده آخری که بهش گفت. اوکی بود. اوکی بریم بعدی. سلام کوچیکم. زنده باشید عزیز. زنده باشید. چقدر بهتون بدم یه قهوه با عشق ما رو مهمون میکنی شما. نیم ساعت تومن عذر من رو بوتک گرفت. چی میگه اون فرشاد نگرفت. الان این گرفت. این مسخره بازیه که اینم اوکی بود. اون مسخره بازی چیه؟ اون حرکت قبول داره اینجا فرشاد. اوکی بود. خوبی؟ چه عجب اومدی دوباره سمت من؟ ببین نامزدیمو به خاطر تو به هم زدم، اینقدر دوستت دارم. آره ببین یادت الکس اون موقع میگفتیم که بچه داشتیم اسم بچه‌مون رو یه چیز خوب بذاریم، چی بذاریم اسمشو؟ مادر جون. چقدر قشنگ بود پشمام. نه اصلا قشنگ نبود. خنده نه. چرفت. این یکی دیگه واقعا چرفت. بچه‌ها الان تو کوچه‌مون دو تا دختر با هم دعوا کردن. بعد یکیشون به اون یکی میگفت تو اگه خراب نبودی این موقع شب الان اینجا نبودی. بعد خودش هم اونجا بود. جالب ایناست ما هم اونجا بودیم. چه همه خرابا. هم اونجا بود. هم خرابیم خرابا. لحن گفتنش باحال بود. نه که دیگه بوتک و فرشاد میگن خبره. تمرکز زیادی تو تمرین. چی شد؟ او فهمی چی شد؟ ببین این حالت عادی مثلا ایناست که تا طرف میترسه مثلا که بعد دید باشگاه همه هیکلی و اینا یو به خودش اومد که چرا این صدا رو در آورد. فهمیدم. این اگر تو جوش بودی مثلا اون لحظه اونجا بودی میشه خندید. ولی نمیدونم بچه‌ها ریاکتشون خوب بود. خنده‌دار نبود واقعا. بعدی. Is the name of this? فیات. Come to بچه بیاد. وای خارجی بود اسکلش کرده بود. وای حاجی دلم سوخت براش. این یکی واقعا خنده‌دار نبود که فرشاد گرفته میگه از اینا میشه بالا چپ، این خط هم میشه اینجوری بالا چپ این مزه چیه؟ باید نمره بدیم بنشی خز و خیل بازیه. بچه ها تو کامنت ها بزنین شما به این خز و خیل بازی ها میخندین یا که نه فقط فرشاد سایلنت میخندین. داشت علی ماشین رو نگاه تازه خریدم هیچی نگو نگاه کن چی میشه آقاش در تو با کن واسه استارت بزنم یارو میگم ماله خانم نگاه کن چی میشه. وای وایسا یه دقیقه دوباره استارت بزنم گاز میدم ببین چی میگه. وایسا نگاه کن دنده رو بمالی. دستان خود را لوله کنید. میگه مال یه خانم دکتر بود. نه این یکی واقعا چرت پرت معلوم بود افکت صدای موتور و ماشین و فلا اینا گذاشته ولی یکم اون پایین دنده رو چپولاست. کسیر بود. بعدی. وای من اینو دیدم این خداست. چیه؟ نگاه کن ای وای صندلی خورد شد. فقط به قیافه مثلا نگاه کن ببین چجوری ذوقش کور میشه. ببینم این با اختلاف خیلی باحال بود. خصوص اون قیافه اون پسر چشاشو زد بیرون. باحال. این اوکی بود. بوتک گرفت. به همراه مریض تعارف کردم که بفهم نهار. میگه مرسی دکتر این کثافتی که بیمارستان پذیره نمیتونم بخورم. وای رید به پسره رید به دکتر. رید به دکتر یکم اون قدم خنده دارم. ریاکت بوتک اوکی. باشه هر جایی نگوزید.
داشت یه دقیقه جون نیاتی داداش نیاتی شما گوزی خیلی بیمزه و لوسیب چندش بود. بعدی سلامشه قربونه داداش ورژن خارجیشو دیدم. یه دینه بگیم وای قشنگه چه دقیقه اینو میگیری؟ چشم اونو گرفت داداش من تموم شدم چقدر زود شروع کردم باشه یه دقیقه اینو میگیری؟ آره برو علی سلامش دلوا یکی از قابلیت پسره همینه سر پای شاشیده، ولی خنده‌دار که نبود. این مال اونو گرفت اون مال اینو گرفت. میدونی کلیپ باید واقعا طنز باشه، نه هر چیزی گذاشتن این فرشاد میگه ها 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 حالا از چکان گلی چیزی میزنه. بریم بعدی. تغییر مود یهویی. شمالیا تابستونا دشتیم یعنی پایینیم میگن قشلاق، زمستونا میریم کوه ییلاق میریم بالاست اینجاست، چون گاو اگه پایین بمونه تابستون تلف میشه، گاو باید ببریم ییلاق، خودمونم اونجا میمونیم، بعد گاو میبرن کوه بزرگتر اون کوه بالا. حالا دیگه من که نمیتونم دامداری خارپسر از بنچاق بیام توضیح بدم، خواهر گاو و باب و سگ خودت داری توضیح میدی بابا. یه ویدیو بسیار خز و بی‌مزه. بریم بعدی. میگم حداقل یک صلوات بفرستید تعجب بکنیم. صلوات زیاد بدیم. تو چجور شیطونی؟ برو مخ 4 تا دختر رو بزن گول بزن اینا رو بیار اینجا. حیوان من بندگی خدا رو نکردم یا کشی تو رو بکنم؟ نمی‌کنی؟ نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حالا فیض پسره با اون چشمایی که داشت چه تخنده توش پیدا میشده قهقه نداشت. صابونای سبز گلنارمون تخفیف خورده فقط با 65 و 500. یا ترولیو پدرام دوباره دیگه نداره. اوه چه خبرته؟ لوکس نه فقط گلنار. اصلا خانگار نمود کاملا بی‌مزه. یعنی چی طرف اومده لوکس داره تورمون نشون میده، بعد فرشاد میگه یه خنده دار. این شما خندیدی بگید با هم بخندید. سلامتی تو میزنم این اولین پیکه مزخرف ترین نفر تو دنیای مجازی همه الان عشق بین ما دو تا واقعیه یا کیکه؟ دیده بودم اینو. مزخرف. بعدی ای وای ای وای پشمام تخشی کرد. بد نبوده، میشد روش یه ریاکت لبخندی زد ولی قهقه نداشت. داداش خیلی قشنگ شد. قربونت سلامت باشی. قابل نداره 3 تومن میشه. بکی آیا خوب بود دمش گرم. ولی جواب طرف بهتر. نرد قهقه نبود. بازم میگم بریم بعدی. شما اینو میپوشی محتویاتو نگه داره، اینکه نمایش میده. آجی چه شورتیه. من کسافت من یه مدت سیبیل میذاشتم اینجا سیبیلش زیرشه. سیبیل حرمت داره حیوان اینجا. من فقط دارم به خنده خود طرف خندم. خیلی باحال بود ولی بقیه مطلب نداره. ولی دیگه در حدی نبود که فرشاد یا ولی فرشاد ثابت کرد یا خوشخنده است یا رو بازه. مرسی برای بچه که تا اینجا ویدیو با همراه بودیم. کلی چرت و پرت دیدیم از ویدیوهای فرشاد و بوتک، ولی ویدیوهای بعدی قرار بریم سراغ مدگل. یه ویدیو خوبی دارم از اون آماده میکنم تا ویدیوهای بعد با من همراه باشید.